أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دختری مسلمان گویم بروک جینس میپوشد یا دختری مسلمان کرتاهایی که مردها میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعداً ببینین اگه مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعداً چیکار میکنیم؟ بعداً خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دختر ما بیاید. مادرای عزیز، باور کن امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوزه توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازهش تق تق میکن برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیل بی‌معنیگری میکنه، ناخوبی های خودش نشان میده، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه که آمد پرسید همون دختری چی خیل است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میتد، میگد نه اونجا نره که اون دختر اون دختری چی نداره. همونجا باور که سین سالش تا 34 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این همین خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما به آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک دو با خود آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادر عزیز، آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما از ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارند، اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارند، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارند. اینا او روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. دختری صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدن گفتن خیلی وقتی که می آمد مقصد لباس های جذاب داشت، وقتی که ما را در او احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد توی اندازه است که هر کاری میکنیم بکنین، من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا ما بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد، این تنها از من نیست. ببینین به خاطر چی بود همش؟ از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم، خی اون روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد، از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سنقتی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدمای اصلا دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرف من میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم، انا مرحمت به آبروگی من. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنین. با خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون آواز رو قهیج که آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه دا میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روزی خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟ به همین خاطر همش در دست خودتان است. احتیاط کنین. به همین خیل گویم که لباسای خیلی ناخوب دخترها را آورده نرسانین. مادرمان عایشه وقتی دید این توده زنها را که زیارت آمدن که این خیلی لباسای تنگ و این خیلی که تمام اعضای زن بیرون در نمایش داد، خیلی نبود، بلکه میگد کم تنک بودن که بدن نما نبود، تنک بود. حضرت عایشه مادرمان چی گفت؟ این کنتون مؤمنات، گفته ای دخترای عزیز، گفت مرا زیارت آمدین، خوش به حالتان، ثواب گرفتین، من زن پیغمبر هستم، ثواب گرفتین، در حقتان دعا میکنم، لیکن اگر ذره ایمان داشته باشین، از همین جای من که خیستین خانه رفتین، این لباس ها را دیگر ابدی در بر نکنین که این لباسی که شما دارین لباس زن مسلمان نیست. گفت ببینین یک لباسی تنکتر بود که بدن نما نبود. امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیر پوشی زن نباشد، باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارو چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر هم یک زیر پوشامون نباشد، تمام بدنمون در بیرون است.
و حبیب خدا 1500 سال پیش چی گفت؟ اکی هم موجیزه شگو زنون بعد دعا کیم که از جای دیگه ما هم منتظرن. موجیزه بود در دوره پیغمبری نبود. گفت سینفان من امت اهل نار. اکنون صحبت ما در همون 4 میسه از تامر جان بود. خیلی که ایسا آمد انشاءالله بعد میگردیم شخص. میگد که دو طایفه سینفان من امت اهل نار، دو گروه از امت من ارزنده آتش دوزخ دارند. ببین ارزنده آتش دوزخ دو گروه انسان دارند. حبیب خدا را پرسیدن اینا کیا هستند؟ گفت یکم قوم معهم سیاد یضربون بها الناس، یعنی قوم معهم سیاد کاذناب البقر یضربون بها الناس. زمانی می شود که یک قوم برایت در دستشون تیاق دارند که مثل دنب گاو است، با این تیاق مردم بیگناه را میزنند. امروز تمام دنیا در اعلان کردند که همون تیاق سیاه دوبینکه است که پیغمبر خدا دوره پیغمبر در این دوبینکه نبود که تلویزیون را ببینین کجای در مردم جمع است، مردم را میزنند. حبیب خدا گفت زمانی می شود که آدمای میبرند که حق خود چه طلب کردن را میزننش. اگر حق چه طلب کردن که حق من است، مثال همینجا تو در حق من ظلم داری میزنند. رسول الله گفت اون کسانی که اینا میبردارن در سر مردم و پشت مردم میزنن اینها ارزنده آتش دوزخ دارن. دویم رسول الله چی گفت؟ بسیار عجیب گفتن و زمانی ما را گفتن نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ببین لا يدخلن الجنة رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. عجیب زیبا بیان کن. زمان می شود که نساء کاسیات، زنان لباس دارن. گفت پیغمبر لباساشون را می پوشن، چیزی از لباس هست همش می پوشن، عاریاتون، لیکن لباسی می پوشن که بدنش تماشا میکنی. ببین زمان پیغمبر در این طرز لباسایی که حاضر بدن نما هستن اینا نبودن. حبیب خود گفت زمان می شود که می پوشن لباس دارن لیکن بدنشون می تابد. عاریاتون مائلاتون ممیلاتون، اینا گفت که خودشون بیماری ناخوب شدن، اینا که گویم خیلی بی‌تمیز و بی‌خیرتن، لیکن همین بدبختیشون باز در دوگانه ها همسایه هاشون میرسه. گفت ولی بینین یک کس که پوشید چی میشود؟ دیگریش هم همون آرزو میکرد، دیگریش هم همون آرزو میکرد، بعد شهر پوری همون خیل میشود. رسول الله چی گفتن؟ لا يدخلن الجنة. برای این دو طایفه کاسنمة البخت هم گفتن پیغمبر زمان میشود که زنها گفت سرهاشون لوج میکنن و چنان گفتن مویهای سرشون میپیچونن که مثل در پشت شتر یک کوهان میگن، طوری سرشون در گفت مثل کوهان گفت مویهای سرشون میپیچونن. خب ولی زنکا میکنن که مثال در طوری سرشون مثال یک مویهاشون میپیچونن لیکن روی مال ندارن. حبیب خدا گفت هم تا میکنن. گفت روین گفت این زنها را و این مردهایی که مردم بیگناه میزنن از نام پیغمبر گوین که بوی جنت که از 500 سال راه به مشام انسان میرسد به مشام این دو گروه نمیرسد. بوی جنت نمیرسد. ولی کجا داخل شدنی در جنت؟ ببینید مادر عزیز، همه این سخن خدا هست، همه این سخن پیغمبری خدا هست، لیکن همش به فایده ایمان است. ببین مشکل نیست. آخر امروز همین قیچی را گرفته و همین دخترایی که آستینای کلته دارن، دخترایی که آستین درازن، همون نمیتونه یک قیچی زدن می آستین چیه؟ لیکن ایمانش نمیمانه، لیکن خدا تأثیرش نمیمانه که هم قیچی را گرفته و همون را چکار کنه؟ از همون بری بالا پایان مثال گویم که ببرد. ولی اول یک زمانه مثال ما ککود سالای تخمین 86 بود ما اویله دار شدگیمان، او زمانه آستینا کم تر باید تونیجورا بود. حاضر اینا کتف دایم میبینین حاضر بلند همین میدان آمده سوال دیگر آستین گم میشود. اگر همین خیر رفتن گیرد این آستینا گم میشوند. دیگر تمام زن در بیرون انا مرحمت کو دیگر برکات شود، کو مرحمت یگان فیض شود.
بعد مرحمت کو ببینید که در چه عذابهای به خدا قسم ما و شما روبرو میشیم. خدا چه عذابهایی داره، چه دردهایی داره که برای ما و شما رایی میکند وقتی که ما سخن خدا را اجرا نمیکنیم. به این خاطر این مسئله بسیار مسئله جدی است. مادرای عزیز همین در بسیار توجه داشته باشید. یک کاری کنین که پگاه گور میرین، هممون فراموش نکنین که گفتی همون عبدالقادر بیدل یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، تا همون قبرستان محلت بین تو و بین قبرستان گوی یک وجب های مثلا بسیار نزدیک گرفتن. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، در سر میشگان چو اشک استاده هوشیار باش. رنگ اشک سر میشگانی یا این زمان یا زمان دیگر میگلتی پیش خدا میرای و خدا در خجالت بمانی. بسیار اونجا اگر هزار داد بگوی پشیمانی که کنی دیگر او فایده نمیبخشه. و این خاطر ما همین جدا هرچی قوت دارید، هرچی کوشش دارید برای بهبودی فرزندامون، برای آبروی فرزندامون، برای آبروی خودمون کوشش کنیم. خدا خواسته باشد هم دنیامون هم آخرتمون زیبا میشود.